متاسفانه یکی از بدبختی‌های جهان امروز بی‌معنایی است. هیچ کس دیگه معنا برش مهم نیست. اگه اینت گفتی که بیاین مثلا به خاطر اخلاق کار کنیم، به خاطر انسانیت کار کنیم، به خاطر خدا کار کنیم، بگی دلقه کسی دیوانه شده میگه. تو نمیخوای ما خوش باشیم؟ عزیز دل من خوش نباشی، بیا با هم معنا زندگی کنیم. بعضی وقت لذت غم از خوشی که بالاست، غم معنادار. غم دنیا برات از، غم مردم برات از، غم دین، غم انسانیت، غم اخلاق با مراتب از این خوشی ها که بالاست. اما دیگه معنا برای کسی نیست. شما یک دفعه مردم ببین چقدر معنا در زندگی شده، برای چی هدف بزرگی کار میکنن؟ شده زندگی انسان فروتر از حیوان. بخو لذت ببر خوکو، بخو لذت ببر خوکو. فرمول شده لذت بردن. چیز بگی نمیخوای لذت ببرین؟ نمیخواین ببرین، لذت ببرین. غیر لذت آیا کسی چیزی میشناسه؟ بدبختی است. فقط لذت گرایی. عزت دیگه برای مردم مهم نیست، لذت مهم است. صداقت، عدالت، احسان، تواضع، شفقت، برابری، آزادی، حیثیت، مهربانی، چیزا دیگه بی معنا شده بگویی. اینا رو گفتی دیوانه معلوم میشه مثل من. قطعا از چیزا نگوین بچه. هر جایی رفتی بگو لذت برده بریم.